عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز می‌خوایم در مورد یکی از مانیتورینگ کتابخانه‌های پایتون که بتونیم باهاش عملیات ریاضی رو انجام بدیم با هم بحث کنیم که اون دستور ماس هستش و باید اونو ایمپورت کنیم. ما یک سری دستور داریم که ازش به صورت ساده میتونیم استفاده کنیم. برای منظور ABS -4 دستور ABS میاد چیکار میکنه؟ میاد مقدار ابسولوت رو به ما میده، یعنی بدون علامت. -4 بود الان شد مقدار 4. یا ما توان رو میتونیم به این صورت نمایش بدیم، از دستور پاو کمک بگیریم که میشه 2 به توان 3. یا پرینت میکنیم دایو مود 8 و 4. این عبارت چیکار میکنه؟ این میاد 8 رو تقسیم بر 4 میکنه و خارج قسمت و باقی مانده رو به ما میگه. برای مثال خارج قسمت 2 و باقی مانده هم نداریم و برابر 0. دستور دیگه داریم به نام راوند، یا میاد گرد میکنه عدد 2.6 رو مثلا بهش بدیم، به ما عدد 3 رو تحویل میده. اگر ما یکی از این دستورات رو بلد نیستیم یا نمیدونیم کلا چی هستش، میتونیم به راحتی از داکیومنت کمک بگیریم. برای مثال اسمش رو مینویسیم ABS یا راوند فرقی نمیکنه، دات، 2 تا آندرسکور، داک و 2 تا آندرسکور دیگه که بزنیم این صورت بنفش میشه و بعد به ما میگه که مقدار مطلق اونو برمیگردونه و تابع رو تبدیل به یک ابسولوت ولیو میکنه و به ما تحویل میده. حالا ما اگه اینجا بخوایم از جذر بگیریم می‌نویسیم SQRT برای مثال 4. خب ما ترجیحاً دوست داریم که عدد 2 رو اینجا ببینیم، ولی این برنامه ران نمیشه به خاطری که ما SQRT رو دیفاین نکردیم و پایتون اینو نمیشناسه. برای همین باید از SQRT رو که بخوایم استفاده کنیم باید از داخل ماس اونو فراخوانی کنیم. حالا ایمپورت میکنیم با هم ماس رو. حالا اگر ما اینجا به جای SQRT بنویسیم mass.sqrt دیگه این رو میشناسه و برای ما مثلا عبارت 2 رو تحویل میده. هر عبارت ریاضی که ما بخوایم بنویسیم باید دستور ماس رو اولش بنویسیم. خب بریم چند تا مثال بزنیم. برای مثال mass.trunc 2.5 عدد عبارت چیکار میکنه؟ ترانک میاد قسمت اعشار رو برای ما حذف میکنه، همونطور که میبینیم برابر با 2 شد. یا عبارت print mass.floor میاد چیکار میکنه؟ میاد یک عبارت رو هر چی ما بنویسیم میاد به سمت کف میلش میده، یعنی 2.8 گردش میکنه به سمت 2. در مقابل همین فلور ما دستور سیل رو هم داریم. پرینت میکنیم mass.sail رو، همین 2.8 اگر باشه به سمت سقف اونو میبره و به سمت 3 اونو تبدیلش میکنه و اون تبدیل به 3 میکنه. دستور دیگه داریم مثل فاکتوریل که ما مینویسیم فاکتوریل. اگر 3 رو به کار ببریم اینجا میاد عدد 6 رو به ما تحویل میده. فاکتوریل 3 یعنی چی؟ یعنی 3 ضرب در 2 و ضرب در 1. این با این یک معنی رو میده. همچنین ما لگاریتم ها رو داریم. اگر بخوایم لگاریتم بگیریم از تابعی پرینتش میکنیم mass.logarithm. حتی در مبناهای مختلف هم داره. در لگاریتم 2 مثلا عدد 32 در مبنای 2 ازش لگاریتم گرفتیم، بله مقدار 5. یا همین عبارت رو ما کپی میکنیم میاریم اینجا، این بار در مبنای 10 عدد 100 رو با هم ببینیم چی میشه. بله میبینیم که عدد 2 رو به ما تحویل داد. همچنین ما عدد ای رو داریم، نماد ای رو داریم که میتونیم اونو توی پایتون ببینیم. دات ای رو
تایپ کنیم عدد ای رو برای ما نمایش میده که برابر با 2.71 هستش. اگر ما اینو یادم رفت بهتون بگم، اگر ما توی همین لگاریتم اگر هیچی نذاریم بر مبنای همین عدد ای فرض میکنه، مثلا mass دات لوگ عدد 32. میبینید عبارت 346 رو به ما تحویل داد. همچنین از سینوس و کوسینوس و اینا هم استفاده میکنیم که من حالا یکیش اگر بخوام حساب کنم mass دات سینوس بنویسید، مثال سینوس عدد 90 مثلا چقدر میشه؟ خب میبینید که مقدار 89 صدم رو به ما داد. دستور دیگه ای داریم به نام mass.fmod. fmod دو تا عبارت بعد بدیم، برای مثال 9 و 4 رو بهش بدیم، میاد باقی مانده این تقسیم رو 9 تقسیم بر 4 4 2 تا 8 رو به یک دونه باقی مانده داره به صورت یک فلوت میده. این f مال همون فلوت هستش. دستور دیگه مثلا GCD گرفتن رو هم ما داریم، میتونیم که پرینتش کنیم. برای مثال mass.gcd c و 4 عدد مشترکی دارن، اینا همون بمیمیم و کمیمیم ها توی ریاضیات هستن. خب عبارتی که ما توان رو به کار بردیم، مثلا پو 2 3 نشون دادیم، به ما مقدار 8 رو داد. همین رو ما میتونیم به صورت کتابخانه‌ایش هم بنویسیم که میشه mass دات حالا f پاو بعد همین 2 و 3 که f پاو درست نیست که بنویسمش mass دات پاو که میبینید قسمت فلوتش هم به ما دادش. عبارت دیگه داریم، اصلا عدد پی رو شما میتونید اینجا ببینید mass دات عدد پی آی بنویسید، همون عدد پی هستش. 3 ممیز و اعشارش که میتونیم اعشارش مثلا بگیم 3 ممیز 14 رو ما اگر بخوایم ببینیم باید چطور پرینتش کنیم؟ پرینت میکنیم از اف استرینگ ها باید استفاده کنیم اولا، بعد چی تابعی رو میخوایم نشون بدیم؟ همین mass.p یا پای رو میخوایم نمایشش بدیم و به چه صورت؟ یعنی حالا با 2 رقم اعشار ما میخوایم اینو نمایش بدیم. 2f که بنویسید با 2 رقم اعشار به ما نشون میده. میبینید 3 عدد صحیح و 14 که 2 تا فاصله از اون انداخت و کلا 2 رقم اعشار برای ما درست کرد. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. اینها دستورات کتابخانه مس هستن که ما اگر توی برنامه هامون بخوایم از ریاضیات استفاده کنیم حتما باید این کتابخانه رو یادتون باشه اول فراخوانی کنیم و بعد از اون استفاده کنیم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار. موفق باشید.